وقتی یه خدماتی رو می‌خواستیم می‌دیدیم زمان زیادی میبره برای اینکه به مشتری اون قطعه یا محصول برسه. ترجیح دادیم که یه کارگاهی رو بسازیم که بهترین متریال، بهترین کیفیت کار بشه، که چندین سال محصول کار کنه بدون اینکه نیاز داشته باشه اوورهال بشه. از همون روز اول هدف ما ساختن یه برند تخصصی برای تجهیز خانه‌های بازی، شهر بازی و مهد کودک‌ها بود، نه فقط فروش چند تا وسیله. ما مجموعه‌ای ساختیم که همه چیزو پوشش بده، از مشاوره اولیه اختصاصی تا طراحی، تولید و اجرا. شروع کار ما تو اردیبهشت بود. دنبال اسمی میگشتیم که حس و حال اون ماه رو تداعی کنه. شروع، تازگی، امید. اسم موگر رو انتخاب کردیم. یه گل اردیبهشتیه، نماد تراوت و رشد. دقیقاً همون چیزی که می‌خواستیم برای مشتریانمون بذاریم. یک کارآفرین یا سرمایه گذار به ما مراجعه میکنه، از اولین جلسه براش برنامه داریم. موقعیت مکانی، متراژ، نوع مخاطب فرقی نمیکنه با چه میزان بودجه‌ای میخوای وارد این کسب و کار بشی. ما برای هر بودجه‌ای برنامه. کار پس از جلسات مشاوره با آماده سازی طرح سه‌بعدی ادامه پیدا میکنه تا دقیقاً بر اساس ابعاد فضایی که در اختیار دارید بتونید متنوع‌ترین تجهیزات رو استفاده کنید. 80% از محصولات داخل کارگاه خودمون تولید میشه، زیر نظر مجرب‌ترین تیم طراحی و تولید با بهترین متریال. ایمنی و دوام وسایل برامون اولویته، چون قرار بچه‌ها باهاش بازی کنن. باید هم با کیفیت باشه و هم خلاقانه. هر پروژه برای ما یک مأموریت جدیده. وقتی افتتاح میشه و صدای خنده بچه‌ها میاد، متوجه میشیم که کار درست انجام شده. همه چیز رو دقیق از قبل برنامه‌ریزی کردیم. پایان پروژه تجهیز پایان رابطه ما با مشتریان نیست. جلسات مشاوره ما برای جذب مخاطب، افزایش درآمد، رشد کسب و کار همچنان با شما ادامه داره. ما یه تیم جوان و پر انرژی هستیم که دوست داریم فضاهایی بسازیم که آینده بچه‌ها توش شکل بگیره. موگه پارک فقط یک برند نیست، یک باوره که میشه با طراحی درست شادی ساخت. حاصل فعالیت ما در طول یه دهه گذشته تجهیز 1000 خانه بازی در سراسر کشور بوده. موگه پارک همراه رشد کسب و کارهای کودک محور.